تولید محتوا رو که میخوای شروع کنی میبینی هیچ کس در مورد بزرگترین سوالایی که داری حرف نمیزنه. همه فقط دنبال اینن که بهت یاد بدن چجوری مخ الگوریتم رو بزنی. هیچ کس نمیاد بگه آقا منی که میخوام شروع کنم بیام جلوی دوربین چی بگم آخه؟ موضوع پیجم رو چجوری انتخاب کنم؟ محصولم چی باید باشه؟ مخاطبم کیه؟ جواب این سوالات رو ندونی وایرال هم بشی فایده‌ای نداره. از کجا میدونم؟ تجربهش کردم. من 3 بار تونستم وایرال بشم. دفعه اول که اصلا تو باغ نبودم. دفعه دوم محصولم رو اشتباه انتخاب کرده بودم. دفعه سوم هم مخاطبم رو. خوب میفهمم چه حسی داره وقتی میبینی کسایی که محتوای سخیف تولید میکنن همینجوری دارن لایک و فالوور میگیرن. اما تویی که تخصص داری، کلی حرف به درد بخور برای گفتن داری، نمیدونی چجوری باید این کارو بکنی. اگه تو هم همچین حسی داری، من این پیج رو برای تو ساختم. فالوم کن. قول نمیدم ولی سعی میکنم روزی یه ویدیو رو بذارم.